آکو سلام اشتنی کجی جان یارم خوی بخیر سلامتی شکر میانم بسرا بری می امجی و خوبه میگم خبرداری چی؟ همین متکی که هنه قوره پیشی بید بجسته چی میگی؟ همی که قوره جمع نمیکه ها همی قرار کده و خسته به بالا قدشته برفته برای کار خوبه جسته صاحب قوله بجسته؟ یک لگه که نیم لگ روپی پول را خود خوبه نیه کجی تا گپه سکو هست یعنی هنه میبینم تو بیا به خونه بیا تو بیا یا الله تو خودت که جیرم نگاه اختلاط کو سلام ما خبرم allora che la quella magari la quella io ora molto di la telegrammi sta quella molto یا الله چه خوبک سلام علیکم سلام ماما اشتنی خیلیتتون بیرون خوبه ایلا ماما بدین تو خود چی می‌فتی ولی خوب اول مال فراشان انسان مال یخ نزنه دیگه بفهم دیگه یخ نمیزنه ماما از این داستان خبر داریم کدی داستان ایشون داستانیه از این رمضان که چیکار کرده رمضان نه ایگه خبر نداریم نه واقعا خبر ندارم ماما جان سعی کنیم مامادری خوارزادری خوارزادری به سرجا خوب آفرین بفهمیدین بله من امروز اولم بگفتم به شما که ماما میت کاران سر ما وامشه نیم من میفهمم خب شما گفتیم هر مشکل گپ سخن شد به جمعه انا حالی هم ماما جان مگر پلوکا مرمیت احترامانه شما بده چرا پلوش تو بودم قوره که هر قوره تو بالا پلو خو میبری دیگه از ایران که بالا ما نه اون پلو پیش رمضان کو خب من میفهم پیش رمضانه یعنی از ایران که بالا ما قوره مربا میدیم نه چرا از میج که بالا قوره تو رو میدیم پلو تو حقیقت نمیفهم یا خور بزود در میزنیم نمیفهم چرا چی کار شده بابا رمضان خودی یک نیم لک پول بجسته به ایران رفته تو چی میگی بله یا اشتر شده که من خبر ندارم چی رقم بوده کجیر بیامد به ما به خونه ما بگو خب ما باور نکردم خب بفهمیدین زنگ زدم به کاکا خب کاکا من میگم وقت برفته به ایران ما همین تو مستقیم بیام انا ما ماجوسی کنیم هر گپ و سخنی هست مبینه اون کار ندارم سلام دختر ماما خوبه اشتریم خیلی ماما خوبه دختر ماما بشینیم شما کمی پیار شما ما سر پیش از اینا چیکار شده چی گپه همین رمضان بجست همین پولا غوره ما که ما مگذر زحمت میکشیم پول غوره خود میده مال از کی بستونیم ای بابا اشتر شده که رمضان بجسته برفته که من خبر ندارم ما چی میفهمم حالا شما چرا ایخان از اینا ولی میگیری تو حتما خبر داری ایخان از اینا بابا روز اول ماما ما گفتم بیا یک تو کار نداری به تو پول لوکیه یک نیم لک بیاد دفعه به چنگ تو میفته بر درک میتونی به خو خرج کنی
گیلک شوخی خو کردی نرفته باشه نه بابا شما یک گپای میزنین که چی بگم وقت میگم به ایران شما رفته مسخلسی نیه چی جنجالی داره همیشه میگه جنجالا شما میگه ما صاف کنیم خب صاف اینه ماما من پیار شما گفتم من صافی چی داره دیگه بابا چی حال میگم گناهکار شدون نه هیال ما گناهکار میشیم نه حال گناهکار شدون نه گناهکار شدیم یا نشدیم به من ربطی نداره گردن ما بند باشه یا گواخ یا گوسفندا خو بفهمیم میگن پولا ما بدیم و حقمه حق من خوب رکوبه میگم من چی کار دارم شما گفتین این یک حق تو نیه که حق تو باشه دیگه سی حق من نفر- برفته دیگه حق بابا. از یک دیگه هم برفته یک دیگه هم برفته که کار تو نیه خو 30 نفریم ما 30 نفر کو بیخان شما نیه هممون که با ما گفتیم بیا برو می کارو بکن میگم تو بابا میتونی این نشته جنجال از می‌ستونی. اینا به سر شما چیه جنجال از اینا چرا پیش شما آمدن دختر ما شما مادر پیر دختر ما چون نمیفهمیم یا هوشیاریم یا خور به زود در میزنیم همین ماما ما گفته گیلت پول وردار بیار قوره به قوره همین دیگه نوبت تو میشه چون نوبت تو میرسه بابا تو چه کار فلان ما سر بس کور باشم اگه ما بفهم میگو گردن ما بند اگه یعنی ما اینا بفهم زمانت کردم اینا زمانت ماما من میگو زمانت من یک چیز بتونم تو حالا به دهن خود گب میزنی یا به دستا خود گب میزنی خون نه دقال دختر پیار بابا من میگم چه کار فلانه حالا کافر شد زمانت تور کردم آره بیتر شما کاکا ماما این که نمیفهم پانیه برو کاکا حالا که از من برفته بسوخت دیگه حالا که برفته دیگه چکار کنم ماما شما بابا دیگه نمیکردین زمانت دیگه ماما. راست میگم آخه اینا آره اینا ما میگم راست میگم شما یک لگک نمی حالا دختر تو یلا که دعوا خود حساب کن حالا هزاری نیه تم به تاثر رو جان میزنی پولا کامن ماما جو حساب میکنیم ما چون چند ما دادم تاله اونا رو میرم همه نوشته مادر من اونا نوشته کردم من نمیفهم چند دادم برو سوا خود رو که برو ها یا پولا مر بدیم بفهمیدیم یا پولا مر بدیم یا میرم از همین گوا شما تا سراغو میکنم این گپا رازی بی گپا بی عقلی خود نازه کوکو جون بعده اصلا روز اول شما کار اشتباهی کردین بابا عجب آدمی تو میرو گو اثر زمین گو میکن فقط میگه مفت کار کبر خب بریم نفر پیدا کنیم بابا وقتی که تو بعد گپ خودتون میندازین ماما حالا یک کس تو برده از 30 نفر پول برده دیگه حالا یک کس تو نبرده برده هر چی که ما بگم این ماسا سفید شما میگیم سیاهه ما کار ندارم ماما فقط امینال ما بالا برم پیش خواه شما برم خب چی فهمیدین خب با مادر خو میگم مادر امینال حساب کنین که چند من پول دادم همه پول که من ندادم یا سرزمین شما گوه میگم هر کاری که هر کار از دستتون تقسیم نکن برو کوکو برو تو برو بشینیم پیاله چای بخوریم من پولا من نخ کنیم پولا من بابا نخون چای نده فقط یک کس تو برده از 30 نفر آدم پولا برده شما برده یک کس تو نبرده که تو حال خنده خور بخنده بابا میگن که تون گوش نبده کنیم بابا چی میگم یک بار گپ میرم گوش کنیم آخه شما کار اشتباهی کردیم آدم ضمانت بچه خود مرتکب نمیکنه شما اشتباه کردیم ضمانت از او آدم کردیم به خدا مرتکب سر بچه خود اعتبار نداره شما ما هر گپ که بشه دستی خود میندازیم پیشروی هر کس میکنیم نه این پینک مسیاه میفهمی این پینک مسیاه شما چی بابا گفتی خورزاده منه گفتم بلکه پول این پول لوکه بگیری بیا یک دمه من خبر نش که یه آدم غلطی بیدا پیش من بجسته کده برفته به ایران رفته هر چی بوده بابا دیگه شما نباید ضمانت میگم ضمانت کسر نکنیم انا رو برای مرتکب پیدا کنیم بیایم پولا رو ما بزید بینان کرده سگو پول می 30 نفر آدم تو وردیش میبردی تو ایشتمی پول میخوری تو این فکر میکنی انا رو ضمانت کردیم دیگه بریم پیدا یعنی کنیم. انا از این ساعت انا به 10-50 توبه که من دیگه ضمانت پیار خور بکنم یا برار خور بکنم یا بچه خور بکنم گفتم مرتکب بچه خور نمیکنه شما اصلا اون بچه شما که نبوده دیگه ضمانت کسر نکنه خلاصه بریم یک چی کنیم یک خبر بگین ببینیم واقعا برفته یا نه حالا میرم اما نیاد داشت مال ما صبر میگه بریم سعی کنیم که واقعا برفته یا نه خدا کنه نرفته باشه برفته نرفته اشته شده ای یعنی بابا مرتشن زمانت از این آدم که دیگه آدم بجسته برفته به ایران خدا کنه که نرفته باشه ای خدا